درود و عرض ادب خدمت شما دوست عزیزم. ما وارد کانال تیم تریدر میشیم، سیستم پیشبینی تیم تریدر، و با هم یه بررسی روی پلات ها داریم. لازم قبلش چند تا کلیدواژه رو خدمتون توضیح بدم که شاید زیاد از زبون من بشنوید برای تفسیر این پلات ها. یکیش واژه تریگره. ما تریگر منظورمون سیگنال های سبز و قرمزیه که وقتی مجتمع میشن و در کنار همدیگه میان امکان حرکت قیمت رو زیاد میکنن. اگر تریگرهای قرمز در کنار همدیگه مجتمع بشن امکان حرکت نزولی، و اگر تریگرهای سبز، خطوط سبز کنار همدیگه مجتمع بشن پیشبینی حرکت صعودی رو به ما نشون میده. به جز تریگرها ما خطوط حمایتی و مقاومتی رو داریم که خطوط نسبتاً بزرگتری هستن و با رنگ‌های آبی، مشکی، بنفش و فسفوری نشون داده میشه. خب بریم پلات ها رو نگاه کنیم و اون چه نیاز برای تفسیر این پلات ها به صورت مختصر خدمتون توضیح داده بشه. ابتداعاً نیاز ما بدونیم که این پلات ها از قسمت منتهای علیه راستشون برای ما اهمیت دارن، یعنی در این ناحیه. چرا؟ چون هر سیگنال جدیدی که شکل میگیره در قسمت چپ پلات برای ما اضافه میشه و کلیت پلات یه بازی زمانی 5 تا 6 روزه رو از رمز ارز به ما نشون میده. اسم خود رمز ارز و تاریخش در این ناحیه مشخصه. خب ما توی هر پلات ابتداً قسمت چپ پلاس رو نگاه میکنیم و دنبال اجتماعهای خالص تریگری میگردیم. به چه معناست عرض من از اجتماع خالص؟ اجتماع تریگری یعنی تریگرهایی که کنار همدیگه پیدا شدن. وقتی صحبت از اجتماع خالص میکنیم یعنی توی اون ناحیه تریگر مخالفی وجود نداشته باشه. الان وقتی انتهای پلات رو نگاه میکنیم میبینیم که تریگرهای سبز و قرمز در کنار همدیگه پیدا شدن و ما جاهایی رو برای سیگنال مناسب میبینیم که این تریگرها به صورت یونیک و تک رنگ کنار همدیگه مجتمع شده باشن. هرچی این تریگرها از نظر قیمتی و زمانی فشردگی داشته باشن و به هم نزدیکتر باشن و تک رنگ باشند میتونن سیگنال های بهتری رو به ما نشون بدن. پس خلاصه اون چیزی که خدمتتون تا الان گفتم اینه که ما انتهای سمت راست پلاس رو میبینیم و دنبال تجمعات تک رنگ تریگری میگردیم. همونطوری که قبلا فکر میکنم خدمتتون دوستان عرض کردند، ما روی تقریبا 100 رمز ارز به صورت اتومات داریم در لحظه خروجی میگیریم و این خروجی ها همونطوری که ریل تایم هستن موقعیت هایی که تو اون لحظه به ما داره اون رمز ارز میده رو نشون میدن. خب قاعدتا تمام رمز ارزها توی لحظه برای ما امکان پوزیشن ندارن و ما باید این توانایی رو پیدا کنیم که بتونیم تشخیص بدیم که کدوم موقعیت ها موقعیت های مناسب تری هستند و من برای همین اینجا هستم که خدمتون این موضوع رو، این توانایی رو ارائه بدم. خب الان رمز ارز APE وقتی که مشاهده میکنید روی رمز ارز APE یه تجمع تریگری داریم. اینجا یه تریگر لانگ هم داریم که به نوعی نویز محسوب میشه، یعنی اگر بخوایم روش ترید کنیم بهتر اینه که تریگرهای ما به صورت تک رنگ باشن. چطور میتونیم بدونیم که اون تریگر هنوز فعاله یا اون تجمع تریگری هنوز برای ما ارزشمنده؟ شما وقتی که نگاه میکنید انتهای پلاس رو، اگر میخواید بدونید که اون سیگنال چه زمانی تشکیل شده کافیه سمت چپ سیگنال رو با قیمت تطبیق بدید. هر کدوم از این خطوط وقتی منتهای علیه سمت چپشون رو نگاه میکنید و روی قیمت با یک خط وصلش میکنید، به عنوان مثال این سیگنال روی این خط، توی این نقطه زمانی قیمتی پیدا شده. حالا اگر بعد از پیدا شدن این تجمعات که من الان با یه خط اینا رو وصلشون میکنم، یه تجمع تریگری شورسه، اینا رو وصلشون میکنم، اینجا پیدا شدن.
اگر بعد از پیدا شدن این تریگرها قیمت یک حرکت محسوسی داشته، یعنی بعد از اینکه اینا پیدا شدن توی این باکسی که پیدا شدن قیمت ریزش داشته، یعنی اومده از اینجا ریخته تا اینجا، این به این معنیه که این تریگرها به احتمال حرکت خودشون رو زدن، یعنی از حالت فعال میتونن در اومده باشن. این به این معنی نیست که بیشتر از این حرکت نمیکنن، منتها ما نقطه ورود مناسبمون رو از دست دادیم. بنابراین باید به دنبال تجمع تریگرهایی بگردیم که در زمانی پیدا شدن که قیمت همچنان امکان حرکت رو داشته باشه، یعنی حرکت خودش رو نزده باشه. پس توی این رمز ارز ما میبینیم که یک مقدار دیر دیدیم این حرکت رو. بیایید یک مقدار گذشته همین پلات رو هم با هم مرور کنیم. به عنوان مثال شما توی این ناحیه تجمع تریگری لانگ داشتید. کجا پیدا شدن؟ خب وقتی که متصلشون میکنید به ناحیه قیمتی میبینید که توی این ناحیه و این تجمع هم توی این ناحیه پیدا شده. بعدش چه اتفاقی افتاده؟ قیمت رشد داشته. خب پس میتونست به عنوان یه ستاپ موفق به ما این سیگنال رو بده. در کنار این ما چی رو میبینیم؟ اینجا یک خط حمایتی آبی رنگ میبینیم، یعنی یه ناحیه حمایتی آبی میبینیم و یک ناحیه مقاومتی مشکی میبینیم. ناحیه حمایتی ما توی پوزیشن لانگ ما به ما کمک میکنه که نقطه ورود موثرمون رو بدونیم، چون توی ناحیه عرض کنم به خدمتتون ببخشید حمایتی ما قیمت قراره باقی بمونه، یعنی که اون قراره قیمت رو حفظ بکنه تو اون ناحیه، و توی ناحیه مقاومتی ما قیمت قراره به احتمال برگشت بخوره و احتمال شکستنش کمتره. پس ما میتونیم بر اساس ناحیه حمایتیمون ورود موثر داشته باشیم و حد ضرر و SL مون رو مشخص کنیم، زیر اون ناحیه بذاریم و بر اساس ناحیه مقاومتیمون میتونیم TP یا حد سودمون رو مشخص کنیم. نواحی حمایتی و مقاومتی که سیستم به ما میده عموما نواحی بسیار پرکاربردی هستند. همونطوری که الان توی این پلات به صورت رندوم دیدیم، ناحیه حمایتی خوب، ناحیه مقاومتی خوب، اینجا این فسفوری رنگ ناحیه حمایتی خوب. حالا تو پلات های بعدی هم میبینید جاهایی که پیدا میشن نواحی هستند که قیمت واقعا قراره نسبت بهشون ریاکشن داشته باشه و چنانچه چند تا از این خطوط روی هم افتاده باشن که این حمایت مقاومت بسیار قدرتش بیشتر میشه. بریم پلات بعدی. من دارم از انتهای خروجیمون پلات ها رو میبینم، یعنی این پلات هایی که الان داریم با هم میبینیم برای خود من هم جدیده، چون پلات هایی که همین الان سیستم در اختیار ما گذاشته. توی این رمز ارز چند تا تریگر که تازه پیدا شده میبینیم. چند تا از این تریگرها به صورت نقطه‌ان، یعنی تازه پیدا شدن، و این تریگرهایی که جدید پیدا شدن اتفاقا خیلی برای ما ارزشمندن، چون هرچی پلات به سمت راست و آینده میره این تریگرها کامل تر میشن. در کنار این تریگرها یه سطح مقاومتی توی این ناحیه میبینیم به صورت به رنگ فسفوریه و یه ناحیه مقاومتی دیگه هم اینجا داریم. حالا اگر قرار باشه که قیمت ریاکشن نشون بده، میتونه از این یکی از این مجتمع‌های تریگری به سمت این مقاومت ها و مقاومت بعدی حرکت کنه. پس میتونه الان این عکس به ما موقعیت لانگ پوزیشن رو نشون بده. منتها آیا باید روی این لانگ بگیریم؟ نه، زمانی لانگ میگیریم که ما کل 100 پلات رو با یک نگاه اجمالی دیده باشیم، چون حتما موقعیت‌های بهتری سیستم با ما میده و خب عقل سلیم بر این حکم میکنه که بهترین موقعیت رو انتخاب کنیم و عجله نکنیم. از طرفی این نکته هم مهمه که قیمت خیلی وقتا ترجیح میده که بیاد و این تریگرها رو ببینه، تریگرهای پایینی رو هم ببینه و بعد حرکتش رو انجام بده. در این گونه مواقع خب خیلی بهتر میتونیم از سیگنالامون
استفاده کنیم. عرض کردم چند تا پلات رو ببینید به صورت اتومات چشمتون تشخیص میده. توی گذشتهش رو که نگاه میکنیم با هم دیگه میبینید که اینجا یه مجموعه تریگری پیدا کرده و حرکت خودش رو به سمت پایین خیلی خوب انجام داده. یا گذشته ترش رو نگاه میکنیم، اینجا یه مجموعه لانگ پیدا کرده و یک شیب به صورت صعودی داشته. آیا تمام این خطوط برای ما قابل تفسیرن؟ میتونه قابل تفسیر باشه، ولی ما دنبال بهترین هاشون هستیم. یعنی قرار نیستش که هر تجمع تریگری که میبینیم روش به عنوان سیگنال نگاه کنیم و ما این آموزش رو خدمتتون میدیم که شما تشخیص رو داشته باشید. و باز هم یک نکته دیگه اینه که یه نیم نگاهی به نوسانات بازار بیت کوین باید داشته باشید وقتی روی آلت کوین ها دارید ورود میکنید. اگر بازار زمانیه که قرار یک فاند یا یک اخباری اعلام بشه، میتونه نوسانات نابجای بیت کوین کل سناریوهای رمزارزها رو به هم بزنه. خب بریم سراغ پلات بعدیمون. توی پلات بعدی پلات کیکه. توی پلات کیک اینجا ما یه تجمع تریگری داشتیم یه مقدار گذشته ترش و اینجا هم به همین شکل و قیمت رو میبینید که از زمانی که تجمعات پیدا شده رشد خیلی خوبی داشتن و میتونستیم روشون معامله بگیریم. در حال حاضر برای زمان حالش رو چی میتونیم بگیم؟ زمان حالش چند تا تریگر اینجا داریم که این تریگرها میتونیم بگیم کار خودشون رو انجام دادن دیگه، رشد قیمتی خودشون رو از این ناحیه کردن از زمانی که پیدا شدن. بنابراین در حال حاضر فیل شده. ما میتونستیم اینجا ورود کنیم که متاسفانه از دست دادیمش. اوکی، مشکلی نیست. بریم بعدی. رمز ارز بعدی رو که میبینیم رمز ارز سوی هستش، SUI. اینجا یه مجموعه تریگری پیدا شده، یه روند نزولی کوچیک داشته. در حال حاضر داره تریگرهای جدید پیدا میشه به صورت نقطه‌ای و بعد از پیدا شدن این تریگرها شاید قیمت بخواد بیاد اون تریگرها رو ببینه و بعد حرکت سودیشو داشته باشه. پس نمیتونیم الان روش پوزیشنی بگیریم. اینجا میبینید که این تریگرهای نزولی خیلی قشنگ عمل کردن. این تریگرهای سودی هم که تو این ناحیه میبینید دیده شدن بعد رفتن بالا، ولی مشکل این شادوییه که اینجا داشته. این شادو میتونسته SL رو فعال کنه. خب روی پلات بعدی رمز ارز استورج رو میبینیم. استورج خیلی الان جالبه چون اینجا یه مجموعه تریگری داره و میتونه یه حرکت صعودی داشته باشه. توی مجموعه تریگری که ما پیدا میکنیم علاوه بر این که باید دقت کنیم که تریگرهای عکس نباشن و فشردگی داشته باشه اون مجموعه تریگری، خیلی عالی میشه اگر قیمت هم نزدیک یک حمایت باشه. شما فرض کنید این حمایت های آبی رنگ که اینجا میبینید دو تا هم کنار همه نشون میده که این منطقه قیمتی برای ما خیلی ارزشمنده. اگه دقت کنید یه دونه هم حمایت فسفوری رنگ این گوشه کنار این آبیا هست، یعنی سه تا حمایت در یک منطقه افتادن. حمایت هایی که سیستم برای ما پیدا میکنه حمایت های خیلی قویه و باید واقعا جدیشون بگیریم. حالا بر اساس این حمایت ها قیمت میشه گفت تو این نواحی نگه داشته میشه مگر اتفاقات خاصی تو بازار بیفته. و چه خوب بود که وقتی ما نزدیک به این حمایت ها بودیم و در زمانی که تریگر لاین گرفتیم و کنار این حمایت بودیم ورود به معامله میکردیم. مثل چه زمانی؟ مثل این نقطه. شما تو اینجا یه برخورد با حمایت داشتید و بعد از اون برخورد این تریگرهای لانگ رو بهتون داده. به عبارتی این برخورد و این تریگرهای لانگ، این یک پوزیشن صعودی تقریبا قطعی به شما میده و از اون هم بهتر زمانیه که شما این حمایت رو دارید، تریگرهای لانگ هم بعدش پیدا شده و بالا سرش هم یه خط مقاومتی داشته باشید. دیگه میتونید بگید که الان ستاپ معاملاتی ما کامله. همیشه این شرایط کنار هم نیست، ولی وقتی باشه خیلی راحت و سریع باید چشممون تشخیص بده و به موقع ورود کنیم. اما میشه با تریگرهای خالی هم بدون حمایت ورود رو داشت در شرایط
که دیگه چشممون تشخیص داده که واقعا این سیگنال خوبیه. به عنوان مثال الان شما اینجا رو مشاهده کنید که چقدر قشنگ برای پوزیشن لانگ عمل کرد و به بالا رفت، یا توی ناحیه های قبلیش هم اینجا برای پوزیشن های شورت جای بدی نبودن. خب پلات بعدی رو ببینیم. پلات نسبتا شلوغیه، نیاز نیست وقتمون رو روی پلاتایی که شلوغ و یه مقدار گنگه بذاریم. الان روی این پلات یونی میبینیم که تو این ناحیه به ما تریگرهای لانگ رو داده و یه حرکتی داشته تا دقیقا ناحیه حمایتی که ببخشید مقاومتی که سیستم برامون مشخص کرد و بعد همین اتفاق برای تریگرهای شورت افتاده. در حال حاضر چند تا تریگر لانگ داره پیدا میکنه ولی هنوز بازار به تثبیتی نرسیده که بگیم سیگنال شده. این پلات هم شبیه پلات قبله، فقط میتونیم بگیم که یعنی برای استفاده از اون پلات میتونیم این روند رو بهش بگیم که چقدر قشنگ سیستم تونسته از هر دو جهت پیش بینی کنه برای ما و همچنین این روند رو. بعد نیست نیم نگاهی گاه هم به گذشته قیمت داشته باشیم و همینطور این حمایت رو ببینید چه قشنگ جاییه که حتی بازار وقتی که کرش کرده و ریخته روی این حمایت ریاکشن نشون داده. بریم پلات بعدی. توی این پلاتی که مشاهده میکنید ما مجموعه تریگری که داشتیم اینجا بوده ولی بلافاصله بعد از پیدا شدن قیمت حرکت خودش رو انجام داده و وقتی حرکت کرده دیگه زمان ورود ما گذشته و تا مقاومت هایی که سیستم برای ما مشخص کرده خیلی قشنگ حرکت کرده و رفته و تو گذشتهش هم وقتی نگاه میکنیم دات رو میبینیم که اینجا حرکت درست داشته، اینجا حرکت درست داشته، اینجا همچنین، حتی اینجا همچنین. یعنی سیستم تونسته کل روندها رو توسط تریگرهای پلکانی به ما نشون بده. خیلی قشنگ میشه رو بعضی از پلات ها عملکرد سیستم رو دید و برای همین عرض میکنم که نیاز نیست اصرار بورزیم که حتما روی یک رمزارز ورود کنیم. خب XRP رو میبینیم. روی رمزارز XRP ما یک مجموعه تریگری لانگ تازه داریم که خب میتونه ارزشمند باشه. از طرفی اگر دقت کنید اینجا یه حمایت فسفوری هم در حال شکل گرفتنه. این حمایت فسفوریه که اینجاست در حال شکل گرفتنه و قیمت اگر به این ناحیه حمایت فسفوری برسه که من اگه خطش کنم بر اساس تریگرهای لانگی هم که داده میتونه یک پوزیشن خوب رو به ما نشون بده و لانگ عمل کنه و به بالا حرکت کنه. وقتی که به صورت پینگ پونگی نواحی رو داریم که داره شورت و لانگ رو در کنار هم میده، یعنی اینکه هی تریگر های لانگ و بعد شورت تریگر لانگ شورت، خب اون نشون میده که ناحیه رنجه و ما چه لزومی داره توی رنج ورود کنیم و بخواد استاپمون بخوره. جاهایی وارد میشیم که به صورت تک رنگ این تریگرها کنار هم دیگه مجتمع شده و توی این هم رمزارز خیلی راحت میشه پیداشون کرد. الان XLM رو که مشاهده کنید توی ناحیه یک شورت خوب به ما میداده و در حال حاضر اختلاط تریگری داره دیگه، چون تریگرها از هر دو رنگ توش وجود دارن. ولی توی گذشتهش رو باز نگاه میکنیم توی این ناحیه چقدر میتونسته سیگنال خوبی به ما بده. چرا؟ بیایید با هم نگاش کنیم. ما اینجا یک حمایت داریم، از طرفی یه تجمع تریگری خوب اینجا داریم. تریگرها کجا پیدا شدن؟ وقتی وصلشون کنیم به قیمت این نواحی پیدا شدن. قیمت به کجا حرکت کرده؟ به اینجا. یعنی خیلی قشنگ ما میتونستیم بر اساس حمایت آبی رنگ و تجمع تریگری که پیدا شده یک سیگنال لانگ مطمئن ببینیم. خب اینجا هم میشه نشون داد که به چه شکل میشد یه سیگنال مطمئن رو اتم گرفت.
اینجا یه ناحیه حمایتی فسفوری داریم، اینجا یه ناحیه مقاومتی مشکی، یه ناحیه مقاومتی بنفش. حالا بر اساس این سه ناحیه‌ای که خدمتتون عرض کردم و این تریگرهای لانگی که اینجا پیدا شده، ما میتونستیم تو ناحیه فسفوری ورود کنیم، تو ناحیه بنفش خروج کنیم و تو ناحیه مشکی خروج دوممون داشته باشیم. بنابراین یک ستاب معاملاتی که کلش رو سیستم برای ما کلیر کرده و ما میتونیم راحت ازش استفاده کنیم. خب این اتفاق رو من هر چی ورق بزنم برم جلو میتونم به همین شکل خدمتون توضیح بدم و ما بینشون سیگنال های جدید رو هم ببینم و چشمتون عادت میکنه یه تعدادی از این مواردی که خدمتون گفته شد رو در کنار هم بررسی کنید. به محض اینکه میبینید تشخیص میدید این سیگناله یا این چه سیگنال دقیقیه، چون حمایت داره، چون مقاومت داره، چون تریگرهاش خیلی جای مناسبی هست، به موقع پیدا شده، هنوز تریگرها فعالن و بر اون اساس ورود میکنید. ولی اگر این دانش هنوز نباشه و این بررسی ها از طریق شما انجام نشده باشه، بعضا براتون گنگه، یه جاهایی فکر میکنید خب این که اینجا پیدا شده و چرا اون حرکت رو نکرده، چون توی موقعیتش بررسی نشده. اگر تو موقعیت بررسی بشه متوجه میشید که اتفاقا خیلی از اینا حرکات خوبی رو داشتن. به عنوان مثال عرض کنم خدمتتون، الان ما زوم میکنیم روی این مجموعه تریگری. وقتی از بیرون نگاه میکنید این مجموعه رو، شاید فکر کنید که خب بعدش که قیمت رشد داشته، ولی وقتی که زوم میکنیم روش متوجه میشیم که خب این تریگرها کجا پیدا شدن؟ توی ناحیه قیمتی پیدا شدن و بعد از پیدا شدنشون چه اتفاقی افتاده؟ قیمت تا دقیقا ناحیه حمایتی ما اومده پایین، یعنی اینجا پیدا شدن تا اینجا اومده پایین. ولی از دور که نگاه میکنیم متوجه این اتفاق نمیشیم. یا بعضا نگاه میکنیم که خب یه مجموعه تریگری پیدا شده، عکس روندش اتفاق افتاده به خاطر که تو ناحیه رنج بوده، به خاطر که همون موقعی که تریگرهای لانگ داره پیدا میشه تریگرهای شورت هم داره پیدا میشه. ما یکی از متدهای اصلیمون اینه که تریگرها تک رنگ به صورت تجمعات تک رنگ باشن. خب وقتتون رو نگیرم، ما این بررسی روزانه رو میتونیم هر لحظه داشته باشیم. تقریبا هر یک ساعت یه پریود کامل از این صد رمز ارز خروجی گرفته میشه و در اختیار ما به صورت اتومات گذاشته میشه. میتونیم بررسیشون کنیم و به صورت دائمی روند حرکت بازار رو ببینیم. هر استراتژی که داریم این سیستم به ما میتونه کمک کنه. به چه شکل کمک میکنه؟ اگر استراتژی ترید داریم این سیستم به ما کمک میکنه که یک روندها رو بر اساس تریگرها تشخیص بدیم، موقعیت ها رو تشخیص بدیم، پیش بینی خیلی دقیقی از آینده کوتاه مدت بازار به ما میده. دو، حمایت مقاومت های بازار رو به ما نشون میده که از طریق این حمایت مقاومت ها ما میدونیم که تا کجا قیمت میتونه حرکت کنه یا از کجا میتونه ریاکشن نشون بده. و قابلیت های بیشتری داره این سیستم که ما برای شما پیچیدگیش بیشتر از این نشه تا همین حد بسنده میکنیم و میدونیم که تا همین جایی که خدمتون توضیح داده شده شما میتونید پوزیشن خیلی قوی بگیرید حتی بدون دانش پیشین ترید. اگر این دانش رو داشته باشید که بسیار هم بیشتر میتونید ازش استفاده کنید. این سیستم هیچ گونه مشابه داخلی و خارجی نداره، هیچ ارتباطی به اندیکاتورها و اسیلاتورها و سیستم‌های رایج و کلاسیکی که توی بازار استفاده میشه نداره. صرفا یک اختراعه که سالها روش کار کردیم، بک تست‌های متعدد گرفتیم و به صورت کاربردی میخوایم خدمتتون عملکردش رو ثابت کنیم. سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید. دکتر لادن هستم از شرکت رمزگشا. امیدوارم که بتونم مقداری از ابهامات شما رو برطرف کنم و کمکتون کنم برای این موفقیت. قطعا موفقیت شما کمک میکنه به موفقیت شرکت و ما هم چیزی جز این نمیخوایم. باز هم ممنونم ازتون. پرسود باشید.